توبه نغمه از هنر موسیقی بعد از 65 سال خدمت در هنر موسیقی افغانستان. دلیل خداحافظی نغمه از هنر موسیقی چی می باشد؟ نغمه اکنون کجاست و مصروف چی کار باری است؟ آیا به واقعیت نغمه به افغانستان سفر کرده بود یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یا شاپیره یکی از هنرمندان خوش صدای افغان، هنرمند موفق، محبوب و مشهور افغان بوده است که شهرت و محبوبیت نغمه از مرزهای افغانستان عبور کرده است. نغمه را مردم افغانستان به نام ملکه صدا در هنر موسیقی افغانستان لقب دادند. نغمه در سن 16 سالگی با کار در نظامی از بقی افغانستان و سرودن آهنگ‌ها در رادیو تلویزیون ملی افغانستان در آن زمان شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرد. نغمه در 18 سالگی با منگل ازدواج کرد، ولی در سال 2006 نغمه از منگل شوهرش جدا شد و با دخترانش روانه کشور امریکا شد. بانو نغمه بار دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد و از همسر دومش فرزندی نداشته است، ولی زندگی خوش و آرامی را همیشه از شوهرش صفت می کرد که داشته است. نغمه چند قبل کنسرت را در امریکا برگزار کرد و در این کنسرت منگل را به خرس بروتی خطاب کرد، ولی جدیداً ویدیوهای نغمه در صفحات مجازی نشر شده است که وی از هنر موسیقی خداحافظی کرده است و دیگر نمیخواهد آهنگ بسراید، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین ویدیوهای نغمه هستیم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما دوستان تمنا دارم. تا درودی دیگر، بدرود.